زیاد برش پرداخته نشده. تفاوت میان تحلیل و اطلاعات است. اگر دقت در انقلاب نباشه، امروز ما سر 3 کشور مصر و سوریه و عراق بحث میکنم از یک دید نسبتا غیر عربی و یک دوربین دیگه دارن به این دنیا سعی میکنن و این دیدگاه همیشه خصمانه بوده دیگه. کثرت موضوعات جهان عرب بخصوص خاور میانه بسیار مهم است. یعنی انسان در عالمی که زندگی میکنه و قرائتی که از حوادث و رویدادها و قضایا داره، اگر در مقابلش بی تفاوت باشه تاوان میکنه. اگر فرد جامعه باشه ولی برای سیاست گذار یک جامعه گناه است. بیخبری که حدیث شریف است که من لم یهتم به امورنا فلیس منی. کسی که به واقعیت‌ها و رویدادهای زنده جامعه که سرنوشت کل گیره یکی ساخته اهتمام نمیکنه، او از ما نیست. خب ملت‌های بیدار طبعا از رویدادها درس میگیره و او را استفاده میکنه، همین قرائت‌ها را باز برای خود یک خریطه بسیار خوب جور میکنه که این خریطه برای مشکل و معالجه مشکلات جامعه به درد بخوره. از او خاطر افغانستان واقعا در یک باطلاق بسیار بزرگ و آزمونگاه بسیار کلان واقع است. اگر از خوشبینی که نسبت به قضایا داریم او را یک طرف بگذاریم و واقعیت‌های جامعه را مطالعه کنیم، چی واقعیت‌های اجتماعی باشه، چی سیاسی و چی اقتصادی. پیشتر گفتم واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی ما مثل یک چی وارستک، مثل واقعیت‌های اقتصادی. یعنی سیاسی و اجتماعی ما مثل همو 3-0 که از افغانی وصول شده در اقتصاد ما، ای که چرا وصول شد ای اما قسم است. از او خاطر بسیار غور بکار است، دقت بکار است که چون تعیین ملت ها، سرنوشت ملت ها بسیار مهم است. دیگه در مقدمه ما ایران میگم که یک منطقه رخدادها و حوادثش در عصر کلاسیک که تو بود که زیاد دنیای بسته بود چندان ارتباط نمی گرفت، ولی حال عصر انفتاح هست. در تعبیر عربی برش میگن رازها کلش افشا شد، رژیم شاهی چی داره، چه قصه های گذشته، چی در آرشیف بود، او قصه ها کلش بیرون. عصر اینترنت است، میدیا است، کوی قدر رسانه های زیاد و متعدد، گپ پت نمیمانه و قصه هم پت نمیمانه. از او خاطر پیوندها غیر از قصه که پت نمیمانه، مسائل اقتصادی بسیار دنیا را امو چی کده، یک گلوبال ویلیج، یک قریه جهانی ساخته که حتما باید با یک دیگر ارتباط داشته باشه. و در میدان اقتصاد و ارزش‌های فرهنگی طبعا تاثیر خود داره. هر صدایی که به نام قومیت بالا میشه، به نام مذهب بالا میشه، تاثیرش در عالم ما محسوس است. اگر اون نزاع جنگ یا منازعه سنی و شیعه باشه، چی عرب و کرد باشه یا دیگهش، ما از قبیل از او در دنیای خود ما که هستیم داریم. از او خاطر میشه که شعله‌ور شو و میشه که تو خوب درس بگیری و خاموش شو. درباره انقلاب ها که مال مشترک جهان عرب و خاور میانه است و از ما هم هست، ما هم انقلاب ها را تیر کردیم. تغییرات هر قدر که انقلابی باشه و انقلاب ها هر قدر که واقعی باشه، ما خدا کنه که فهمانده تانسته باشه همین تعبیر اتوس، هر قدر که تغییرات انقلاب زاده یک انقلاب و یک حرکت انقلابی باشه و انقلاب ها باز در ذات خودش هر قدر که واقعی و سوچه و مال خالص و برحق باشه، این پیامدهای بد در جامعه به میان میاره. یعنی هر دویش اگر گپای خوب هم باشه، تفکرات جدید خلق میکنه، جامعه جوان جدیدی خلق میکنه و عکس العمل های جدیدی را خلق میکنه که کلگی یک تحول است. یعنی و طبعا این باز اثرات اجتماعی داره و اگر معالجه نشه همین اثرات و همین پدیده های جدید و به اصطلاح گرایش های جدید که زاده از این انقلاب و تغییرات است، باز حلش و معالجهش مغلقتر میشه.
مسائل چی در خاورمیانه باشه چی در افغانستان باشه لازم است که اول او را بشناسیم، بعد از شناسایی نقشی که در او ایفا میشه و نقش ما مثلا در افغانستان. خب اگر صلح در افغانستان ما تصاحب نکنیم و بریم به قطر و بریم به یک جای دیگه و مالم از او طرف گاهی وقت به قطر از طریق پاکستان بره و یا مال مطلب ما ای از دیگه جای بره یا از ایران، این دوسیه ما نقش چی داریم؟ تصاحب و ملکیت سازی مسائل بحران ها هر قطر از چی باشه واقعی که یعنی بیا که حلش کنیم ای باز حل پیدا میکنه. و الا منازعه مثل که در زمان روسا یک دفعه صدای مصالحه بلند شد ولی چون قطبا با خود جنگ داشت ما هم ایزومش شدیم، زیاد دیره دوام داد. شاید به بهای کم تمام میشد انقلاب اگر پیروز بود یا اگر در نیمه راه ماند. آرمان ها خو خیلی نیمه راه ماند. هم مصر هم سوریه و هم عراق مشترکاتی که داره از قدیم الزمان حکومت های نظامی حاکم بوده. پرهایی که سرش سیاست کردن و برای سیاستشان کار شد، از این پرها کار گرفت و برای اقتصادشان و برای اجتماع چند مسئله بود. یعنی یا پرهای عمده نزاع و انکشاف برش میگم، هم سرش انکشاف هم نزاع ها را خلق کرده. اول در محور این پرها اسلام، در اسلام و اقتصاد باز نفت هم میایم و رژیم خانوادگی، سه استعمار و بازی های بزرگ منطقوی استعمار، البته تقسیم منطقه و ایگپا، عدالت اجتماعی، 5 اسرائیل، 6. این پرهایی است که در این منطقه در این جهان عربی بدون از این فرضیه ها نمیتونی که تو هر قدر حکومت بخوای جور کنی. اول مثلا جهاد افغانستان متاثر بود از افکار اخوان المسلمین از مصر. این تقریبا یعنی یک زمینه را برای انقلاب و جهاد در افغانستان رونق داد. ولی در جهان عربی هم علیه استعمار، جنگ علیه استعمار خیلی نقش عمده را ایفا کرد. ارزش های اسلامی که مفادات زیاد داشت برای ثبات و استقرار حکومت ها و دولت ها در این کشورها یا در این منطقه عربی. هدف ما میسیت است برای بحث امروز. آزادی ها بسیار مهم بوده، از دید اسلامی زیاد برش سعی شده. مذاهب تصادمش چی شیعه و سنی بوده و چی اسلام سنتی و سلفی و اخوانی این مسائل بوده. این هم نقش داشته. حتی صدام حسین پیش از سقوطش تغییر داد، بعضی از لوایح بیرق سرش الله اکبر نوشته کرد و آمد به ای که دیگه پرها را چون کار کرده بود به دست زیاد من حیث ابزار استفاده نمیشد، دوجه از پیش استفاده کرد. امروز در سوریه سلفی ها را و یک گروپی از مسلمان های بزرگ در مقابل رژیم اسد سعودی حمایه میکنه. ولی سعودی باز در مصر از حکومت نظامی علیه اخوان المسلمین حمایت میکنه. در دوران جنگ اسرائیل سعودی باز اخوانی را حمایه میکرد. به می ترتیب روابطش با از امارات و کشورهای گلف که پترو دلاری هستند، یعنی بزرگ هستند، و این همیشش کشور پترو دلاری خلیج یا یعنی خاورمیانه که کویت است و امارات است و عمان است و بحرین است و قطر است و امارات متحده و سعودی و کویت یا پترو دلاری هستند یا کلگی گپ داره پیش خودش در جیبایشان پول است. در تغییر و در تحولات منطقه منفی و مثبت نقش داشته. اقتصاد برای خود کشورهای عربی هم مهم بود و برای نفت باز برای سرنوشت سازترین بود برای از این کشورها. و غرب هم وقتی که یعنی کشورهای 6 که ما به خلیج یاد کردم، این برش بسیار مهم است، چون این برش سرنوشت چیش انجین چرخ اقتصادیش تعیین میکنه. سرازی زیاد واضح است، زیاد نمیپیچیم. سر اقتصاد مقدار میپیچیم که یک زمان اقتصاد سوسیالیستی در عراق و مصر و سوریه حاکم بود. دفعتا اقتصاد تغییر دادن کلگی سیستم یا انجین
از کمونیستی با بازار آزاد بسیار قیمت میخواه. فسادها را خلق میکنه. یکی از فسادهایی که در سیستم ما امروز خلق است، یعنی حساب دادن میتونی و نمیتونی جور کرده. یک رژیم تغییر خورد از کمونیستی به یک رژیم دیگه. اول خراب رژیم، باز یک رقم دیگه شد، باز دیگه شد. نمیگیم خوب و بدشه، ولی این تغییرات تاثیرات خود داره، گدودی و چی را به بار میاره. رژیم های خانوادگی کهنه شد در این منطقه. یکی از نزاعات امروزه یکی امی بود که بیادر از شما دیگه خسته هستیم و تنها بچه به او بته. امیال کشورهایی که به مصر پیسه میته یا به سوریه پیسه میته که جنگ جریان داشته باشه، دلیلش همدردی های مذهبی و مشترکات نیست، بلکه میگه که همی آتش در بیرون از سرحد ما و مرز ما دوام کنه، زود به اینجا نبیه. همین پتانسیل جنگ و نزاع بالفعل موجود است. استعمار و بازی های بزرگ البته در تقسیم منطقوی نفتی و غیره و پان عربیزم هم و پان ترکیزم هم زیاد نقش داشته. این به خاطر نقش داشت که پان عربیزم استعمار انگلیس تقویه کرد علیه حکومت خلافت عثمانی که او یک توطئه شود به نام عرب، و ترکا را پان ترکیزم که باز پسان اتاتورک او را رونق داد، نظامی بود اتاتورک هم. سرکوب کردها که یک کشور واری بود، یک بحث نوشته کرده بودم که افغانستان هم مثل کردستان وارست 5 توطئه شد و تقسیم شد به دلیل از اینکه یا خوب چیزا داشتن ولی تفکر برای بقای خود نداشت. به این طرف هم زیاد نمیریم. عدالت اجتماعی، خدمات اجتماعی، رشد جمعیت و این مسائل زیاد با همدیگر ارتباط داره. منابع اقتصادی اگر متوازن با رشد جمعیت نباشه خرابی بار میاره. این باید که هم یکی دیگه همخوانی داشته باشه. خدمات اجتماعی، عدالت اجتماعی، چون مسئله حقوق میرسه، حقوق سیاسی و مدنی و دیگه، باز رژیم ها در بعضی وقتا عاجز میمانه. از او خاطر است وقتی که عدالت اجتماعی برهم میشه، نظم زندگی کتش خراب میشه و بالاخره بغاوت ها و ارتدادها به اصطلاح رونق پیدا میکنه. در عدالت اجتماعی توسعه کمونیسم یک زمان گفتن ایدئال ترین مکتب برای تامین عدالت های اجتماعی سوسیالیسم است که در مصر و در سوریه و در عراق هم رونق پیدا کرد و این کشورهای غریب چرا رونق پیدا کرد. البته در کتاب سیاه کمونیسم اتو تفکر است که به اروپا این زیاد نرفت، یعنی خود سوسیالیسم به این طرف که گشنه بود، همون که گفتن نان و کالا و دوره کور کالی دوره و نمو شعار در این کشورها میچسبید یا برچسب داشت. از او خاطر قبول کردن که همین خوب چیز است. ناعدالتی ها، بقایای رژیم شاهی و خانوادگی، یعنی همیا کلگش زمینه رشد کمونیسم مهیا ساخت. البته منازعه کمونیسم باز اسلام و عدالت اجتماعی مسائل گروه های اسلامی زیاد را در این منطقه خلق کرد. اسرائیل فرضیه آخری است که چقدر نقش داشته. اسرائیل جنگ های صلیبی و جنگ های منطقوی و سقوط خلافت عثمانی، موضوع فلسطین و لبنان و سوریه و بلندی های جولان و کشمکش ها سر سینا و سر قنات سوئیس و این منطقه که در مصر است، این کلگش بسیار مهم است. کل کشورهای عربی بدون فرضیه خود نگرفتن اسرائیل معنیش است که از سیاست خبر ندارن. صهیونیسم امروز آرزوهایش برآورده میشه. جنگ سوریه دوامش به نفع اسرائیل است و البته چند رژیم نظامی یا ژاندارم یا عسکریت که در این منطقه حاکم بود، مثلا اردوی بسیار قوی صدام داشت، 40 ساله اردو تقویه شد. مثلا سوریه هم یک اردوی بسیار قوی پخته شده و در عراق و در مصر هم چندین جنگ در علیه اسرائیل تنها اردوی مصر کرد. این دو تا در حالت یکیش خو مطلقاً منحل شد که در عراق، ولی جنگ ایران هم تاثیر داشت، البته تضعیف های تدریجی تاثیر داشت و تحریم های تاثیر داشت و بالاخره مسئله که تاثیرگذار بود چیز است، اردوی مصر است. این هم باید درگیر باشه با مردم خودش
با قوی ترین کتله از اجتماع که از طریق دموکراتیک به قدرت رسیده بود، یعنی حزب آزادی و عدالت که گاهی وقت یکی از شاخه اخوان المسلمین است، در حالی که مصر بدترین چیزی که هست در کنج تلویزیونشان اعلان است که مصر در جنگ با تروریسم، بدترین تعبیری که استعمال میشه. این اما آخری است، این تفنگ یا این مرمی این باید در آخر استعمال شود. امریکا هم در اینقدر جنگای طویل المدت خود از نمی به اصطلاح چیز کار نگرفت، از نمی نام و از نمی چی میگن ترمینولوژی، آل دقیقه در وقت بعد گرفتش و بدترین زاده های از نمی پکیج که به نام تروریسم یاد میشه، نابسامانی های اجتماعی و سیاسی یک طرف بانیم. ولی ما از دوران اسلام تا امروز مثلا انتحار نداشتیم. این پدیده حال بسیار شایع شده، خطرناک است. اینقدر دیوال ها اگر دیگه مستحکم تر شود، این پدیده چون بسیار بد است، ای خلق کرده. یعنی هر چیز خوب یک چیزی بد هم شاید خلق کرده باشد. در دنیای سیاست همون تو است. اگر دقت در انقلاب نباشه و بیرقی که ما به عنوان انقلابیون بالا میکنیم و میریم زیر چترش که در بالایش هر شعار یا چی مقدس باشه، دایه مقدس، اگر در پشت سرش تفکر سازنده بر نظام سازی و رشد اقتصادی و اقتصاد و اجتماع و تامین نظم اجتماعی و عدالت های اجتماعی نباشه، با این چیزای خالی انقلاب به پیش نمیره. ما انقلاب های شکست خورده در الجزایر داریم، در افغانستان داریم و در دنیای دیگه هم داریم. ایران نمیگم، ایران اخوندیسم یک میراث بسیار قوی اقتصادی و عدالت اجتماعی را بر شاه میراث گذاشته بود و الا انقلابشان به تو آسانی امروز به این منبر نمی رسید. از او خاطری بسیار مهم است. از دید اقتصادی کم شاید ما مبالغه کنم اقتصاد. ما هم اردو داشتیم که پاکستان و ایران در فروپاشی از اون نقش داشته، یعنی این مشترکات ماست که ما از بازی ها یک چیزی که در دوران جهاد ما از عالم بیرونی و سرنوشت ها و سرگذشت ها و حوادث و رخدادها و رویدادها ما بسیار آگاه نبودیم. از او خاطر اگر استفاده که ما اگر میکردیم بازی قسم نمیشد که من نه شرق غواړو نه غرب، که مرگ بر سوسیالیسم و مرگ بر امپریالیسم. چرا؟ این شعار خو یک معنا باید بده که به یکش مرگ بگوین، به یکش نگوین، به یکش که منفعتت است. جنگ عراق و انتقال منازعاتش که قابل انتقال است به دنیای دیگه، مسئله تسنن و تشیع است، عرب و کرد و اینی مسائل است. مداخلات ایران از جنگ امریکا در منطقه، باز با ایران، با سوریه، با لبنان، فلسطین و غیره، این منطقه منازعه است که این منازعات ممکن افغانستان هم یک دفعه استعمال شود اگر جنگ باشه علیه ایران یا کدام منطقه دیگه. بهار عربی را سرش مرور میکنم. بهار عربی در 6 کشوری که به اتفاق افتاد، امروز برش غرب میگن پایان، خدا حافظ بهار عرب، به دلیل های گوناگون. اولا در نتیجه از این بهار عربی یا تحولات و تغییراتی که آمد، حکومت های بی تجربه و شکننده روی صحنه آمد، یک عیب. دوم، حکومت های پرمنازعه و غیر ملی، یعنی کلگی امروز هم سرش متفق نیستن که حکومت ماست. ضعف اقتصادی و اتکا به خارج، مسئله سوم. ترس و فرار از کشور، اتلاف حقوق بشر در کشور، مهاجرت به خارج از همین کشورهای بهار عربی به انتها زیاد است به غرب. ناامنی جهان کتی از بهار عربی بیشتر شده. البته ترس چیزی که گرم شده بازار اسلحه است. من حیث یک سوال بزرگ میمانم که بازار اسلحه گرم بودنش به نفع کی است؟ و دوام جنگ گفتم که به نفع اسرائیل است و شکست اردو و ارتش مصر یا دیگر کشورها باشه او کلش به نفع اسرائیل است. پتانسیل نزاع و انکشاف در افغانستان گفتیم. پیش از یک دفعه بگویم امریکا که دوست بسیار بزرگ ماست، اندیوال ماست، خفه نشه. کم تبصره سرش میکنم. امریکا نقش بسیار مهم در قضایای عربی داره، مثل که در قضایای ما داره. خب اگر شما بر یک لحظه از جهان عرب امریکا را وسو کنیم،
کی نقش ایفا کنه در نظم مجدد منطقه، در صلح و مصالحه و روابط و پیوندهای اقتصادی و غیره و غیره، هر چیزی که سرش نام میگذاریم، یعنی سر یک جریانی که زندگی ده است و ثبات و استقرار تامین کرده میتونه. جز امریکا کسی در نقشه یا جغرافیای سیاسی وجود نداره که این نقشه ایفا کنه. قطب یگانه شده. روسیه مثلا چی کرده میتونه؟ مثلا با سوریه، برای سوریه چیزی برای دادن نداره، ولی دوام منازعه سوریه تو میگن که یک زمان شاید باعث ازی شود که امریکا مداخله کنه و امریکا در یک جنگی که در عراق درگیر است، در افغانستان درگیر است، بالاخره در سوریه هم درگیر شود. با دوستای دیگه که روسیه فکر میکنه مثلا ایران شاید نوبتش ناوقتر شود و با کشورهای دیگه هم ناوقتر شود. این تضعیف های چیز منافع روسو هم و به اصطلاح کسایی که در چی هستن کتش در شنگهای است کم ذره یا به این ترتیب خوش هستن. نزاع، پوتانسیل نزاع و انکشاف در افغانستان که این نتیجه از این درس هایی که ما از این قرائتی که از این چیز ما گرفتیم، از این قرائت درس ها، ما جغرافیای نزاعی است یا جغرافیای جنگی. جغرافیای نیست که هر روز خیر است. جغرافیای جنگی جغرافیایی است که پتانسیل و ظرفیت های برای شعله‌ور شدن جنگ وجود داره. موجودیت همسایه های شریر و دیگه برادر کلان نمیگه، من دیوال کلانه، که هم شاید یکی از منابع دوام یا باعث جنگ شود اگر قضیه بزرگتر شود. نزاعهای مذهبی، نزاعهای تباری و نژاد و این مسائل ممکن اگر به یک منازعه سالم ما را تحول ندیم. بسیار بحث زیباست بحث زبان که چه قسم رشد بتین یک زبانه. این بحث انسانی و خیلی زنده و به درد بخور و ضروری هم است، اما اگر سیاسی شد به بحران تبدیل میشه. طالبا من حیث یک پکیج کلان که در اینجا در این منازعه نقش داره، ناعدالتی های اجتماعی و اقتصادی، البته در 12 سال بعضی از ناعدالتی های اجتماعی و اقتصادی وجود داشته که این بعضی از خیرات های دلاری یا بیروبار دلار در یک جیب رفت، یک تعدادش نرفت و این هم چیز میکنه، یک ترکیب دیگه را خلق کرده که او باز پسانها شاید خطرناک شود. رجعت به هویتگرایی های کوچک به جای هویت بزرگ. جنگ احتمالی امریکا با ایران ایره سرش چیز نمی کنیم، عوامل بیرونی است یعنی موقتی است. در جهان عرب و افغانستان فرقش است که اوجا نفت است، ما این پکیج نداریم. اوجا اسرائیل است، ما ایران نداریم. منطقه عربی که میگن ما منطقه عربی نیستیم. ما مثلا سارک و ایکو داریم، نمیفهم چقدر درش ما میتونیم که همین منطقه را با همکاری ها و همکاری های منطقوی میتونیم رشد اقتصادی بدیم. رشد اقتصادی از دید ما بسیار تامین میکنه خیلی از مصلحت های بزرگه، یعنی حتی وحدت ملی که ما میگیم و مسائل دیگه را که ما میگیم، این قرابت ها را زیاد میسازه. اگر ما کتی تو شریک باشم که فایده ما بود، در روز خنده میکنیم، مجلس هم میگیریم، شب نشینی هم میگیریم، طبیعی این شاید خوب رشد کنه. انکشاف یا پتانسیل انکشاف در افغانستان این حرفای اخیرم است. آسیا و آسیای بخصوص میانه 75% کل نفوس دنیا را دمیج است و منابع طبیعی زیرزمینی که برای رشد دنیا به خیرش تمام شده همیشه 75% از این آسیا است. یعنی افغانستان در این منطقه واقع است. منابع خود کشور ما سرشار و متعدد و متنوع است. در دنیای دیگه تو کم است. مثلا سعودی یو تیل کوه نلري یا ملکی در نفت، بل شی نلري، نه زراعت، نه صحرا و ریگستان. و ترانزیت ها و تجارت منطقوی آسیای میانه میخواد با این طرف راه پیدا کنه به بحر و به هند و پاکستان هم میخواد که این قسم راه ها زیاد شود. این کلش بشارت از این میته که منطقه پتانسیل ثبات و استقرار و رشد داره. بسم الله الرحمن الرحیم. من اشمت رادفر هستم، خبرنگار هستم. فقط همین اتفاقا همین فرمایشات جناب ننگ صاحب یک بخش بزرگش من واقعا نو یافتم و استفاده کردم. یک مورد در ارتباط به این که چگونه بین اتفاقاتی که در
خاور میانه افتاد و امی جیوپولیتیک منطقه ما ارتباطاتی که میشه برقرار کرد، در همین مورد البته آقای ننگ بسیار به ظرافت و به زیبایی اشاره کردن، ولی در مباحثی که در رسانه ها و در نشست های رسانه‌ای و امثال از اینا مطرح میشه، حداقل ما چیزی را که متوجه شدیم، ما دچار چندستگی دیدگاه ها هستیم و در همین وسط اگرچه چندستگی و تعدد دیدگاه ها در بیشتر موارد منجر به ایجاد یک درک دقیق از واقعیت ها و حقایق میشه، ولی در اینجا ما متاسفانه بیشتر میریم به سمت یک نوع تشتت روانی و فکری. یک مورد که من میخواستم اضافه کنم به صحبت های جناب ننگویی است که امی بحث جغرافی های خشونت و به تعبیر دیگه جغرافی های پیشبرد امی بازی به نام مبارزه با تروریسم است که مثلا جهان عرب در مجموع حداقل یک منفعت از زمانی که اسامه بن لادن به عنوان امو نماد تندروی دینی مطرح شد، جهان عرب در مجموع داشت، همی بود که امی جغرافی های جنگ، جغرافی های امی تقابل دیدگاهی که از آدرس تندروی دینی می آمد و اگه بتانیم مور مدرنیته و امی تفکر غربی و عقلانیت غربی بدانیم، این جغرافی ها آمده و متمرکز شده در منطقه ما و اکثرا هم امی به اصطلاح بزنگاه اصلی از این ماورای دیورند از دو طرف خط دیورند. یک دیدگاه که در حال حاضر در ارتباط به بحث مصر داره قوت میگیره و او در یک مقاله که فکر میکنم محمد محق در BBC نوشته کرده بود، یک بخشش اونام توضیح داده بودن، خیلی جالب بود که در اینجا در حال حاضر چیزی که ما از یک جهت در ارتباط به از او باید نگران باشیم و از جهت دیگه ما به عنوان افغان ها به عنوان شهروندای اینمی کشور اگر بتانیم اون مؤلفه های ثبات محور در افغانستان تقویت بکنیم و مؤلفه های داخلیش نیرو ببخشیم، این است که این احتمال وجود داره که اگر تحولات خاورمیانه خصوصا مصر به امی سمتی که روانه است حرکت بکنه، احتمالا جغرافی های اینمی بحران و جغرافی های امی زد و بند بین آنچه که تروریسم خوانده میشه و نیروهای ضد تروریسم جهان غربی این تغییر بکنه و منتقل شود به غرب و در پیرامون یکی از کانونهای بزرگ منافع غربی ها در جهان عرب و خاورمیانه که اسرائیل است احتمال داره منتقل شود. با باور ما باید به این بیاندیشیم که اگر قرار بری است و این احتمال وجود داره که جغرافی های جنگ با ترور تغییر بکنه، ما چقدر از این اتفاق نفع میبریم و چقدر ممکن است متضرر شویم. یکی از بخشای صحبت‌های جناب ننگ برای ما بسیار جالب بود که وقتی شما در یک جامعه زمینه‌های و ظرفیت‌های پرورش خشونت را دارین، زمینه‌ها و ظرفیت‌های خلق زدوبندها و اختلافات اجتماعی و پیشرفت از یا در سطحی که بر رویارویی و مواجهه به انجامه را دارین، نمایه‌های بسیار نیرومند مثلا رشد او بخش از قرائت ها از دین و آموزه های دینی که اونا بیشتر اینمی جدال بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها را ترویج میکنه را دارین. بنابراین آیا این خوب است که اینمی ظرفیت ها اعمال شود و شما در مواجهه با این قدرتتان سنجش بکنین و به این بیاندیشین که چگونه بازدارندگی ایجاد میکنین در جامعه با استفاده از اینمی واقعیت های دیگه اجتماعی که هست یا خیر. در اینجا به باور من این پرسش های اصلی هنوز زیاد برش پرداخته نشده.
نه در رویکردهایی که دستگاه دیپلماسی و سیاستگزار افغانستان ارائه میکنند زیاد این واقعیت ها و اینمی پس زمینه های بحران هایی که در خاور میانه وجود داره و به گونه های مختلف دیگه در منطقه ما وجود داره و نه هم در حتی محافل اکادمیک و فکری ما یک امو پاسخهای درخور با توجه به هشدارهایی که از زاویه متوجه ماست زیاد ارائه نمیشه، زیاد برش پرداخته نمیشه. البته اگه ما بخوایم به این بپردازم که چرا به این پاسخها پرداخته نمیشه، شاید یک بخشش این است که ما امی سیاست زدگی و تفکر سیاسی و عمل سیاسی و عمل به مبنای عقلانیت مدرن را مرزهایش را گم کردیم در افغانستان. اما قسمی که ما مثلا یک طیف مشخص به نام مثلا جریان روشنفکری در افغانستان نداریم، اما قسمی که یک دیدگاه دیگه همی است که از حدود 20 سال گذشته از زمانی که حکومت مجاهدین در افغانستان به پیروزی رسیده، در افغانستان تفکر سیاسی فقط یک ساحت داره. هر که میایه از در واقع از اونمو مکتب میایه که 80 سال پیش یا بیشتر یا کمتر در مصر پایه‌گذاری شد، در اوج مثلا امروز هم او نتیجه را که مردمش توقع دارن یا نمیته یا اینمی فضای منطقه‌ای و بین المللی برای اعمال از او مساعد نیست، ولی در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم تفکر مسلط همین میسازه. تفکر مسلط در قالب ها و در گونه های میسازه که نه بر خلق سازه های تفکر ملی و افغانستان شمول در افغانستان می انجامه، نه هم ثبات را تداعی میکنه و تداوم میبخشه، و برعکس فقط بر یک طیف معین و مشخص زمینه های پایایی و ثبات در صحنه سیاست و قدرت را فراهم میکنه و همی که امو ابزارهایی که این حضور را تداوم میبخشه، و از طرف دیگه امی دگراندیشی را در افغانستان به مرور زمان امو سازه هایش را نابود میکنه. ما فکر میکنم نباید بیشتر از این پیش برم، به دلیل از که زیاد میشه. فقط یک نگرانی بسیار کوچک مدمی ارتباط دارم که امی نگاهی که ما به بخش بزرگی از مسائل بین المللی و مسائل منطقه‌ای و حتی مسائل داخل افغانستان داریم، نگاه ما نگاه واقعی نیست. به یک دلیل نه، به یک دلیل از یک آدرس نه، از یک آدرس ما با عصبیت برخورد میکنیم با قضایا، و نگاه توأم با عصبیت و عملکرد توأم با عصبیت بار میاره. بدون تردید وقتی شما عصبیت آمیز برخورد کردین، نه در خلق سازه های و زمینه ها و معیارهای نهادینه سازیش از آدرس تفکر مدرن به یک موفقیت میرسین، نه هم به باز تعریف اینمی اندیشه ها و حتی اعتقادات و ارزش های اعتقادی دینی فرهنگی که به هر حال تابال در جامعه ما تداوم داشته می انجامه. این متاسفانه یک نگرانی است که هنوز برش کدام چی نیافتیم، و فکر میکنم روال به گونه است که به گونه سوال نمیشه را مطرح کرد. من دغدغه‌های من مطرح کردم، اگه یک ذره زیاد بود و بی سامان شما خودتان ببخشید. شب همه شما دوستان بخیر. خیلی خرسند هستم در جمع شما عزیزان هستم اینجا و امروز شایسته دعوتتان مرا دانستین. اگرچه در جمع شما صحبت کردن کار بسا ساده هم نیست، عزیزانی که با همه مؤلفه های نسبت به آگاهی آشنایی دارن. همان چیز را که خیلی کوتاه پیرامون این موضوع با شما میخوایم شریک بسازم، تفاوت میان تحلیل و اطلاعات است. چیزای جالب را اشاره کردن جناب نهنگ صاحب که واقعا قابل استفاده بود و چیزای نو بود. اما یک تفاوت میان تحلیل و اطلاعات وجود داره. اطلاعات جمع‌آوری آن چیزی که اتفاق میفته در روند تاریخ، حالا چه خاور میانه باشه، چه غرب باشه، چه شرق و چه هم افغانستان عزیز ما. اما تحلیل دارای یک سلسله از روش‌ها از نظر ساختاری است. شما زمانی که میرین یک سوژه را برای تحلیل انتخاب میکنین،
میباید یک سلسله مؤلفه ها و اون حساسات بهش توجه داشته باشین. حساس مسئله بر این است، فرض مثال ما بر این تحلیل ما حوزه خاورمیانه است و تاثیراتش بالای افغانستان. در این چارچوب هان چیز را که ما تحلیل بکنیم میباید یک سلسله تقسیم بندی ها را داشته باشه که تقسیم بندی ها خیلی تحت عنوان روش تحقیق در کشورهای دیگه درس داده میشه. حالا چون ما افتخار دانشجویی در حوزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل متاسفانه ندارم، جای دیگر درس خواندیم. آن چیزی را که ما به عنوان روش تحقیق میفهمم، اول مسئله از طرح مسئله است. شما طرح میکنین مسئله را، بعدا تبیین مسئله است، بعد از تبیین مسئله سوال اساسی است. سوال اساسی شما دقیقاً میپردازه به آن چیزی که شما میخواین به نتیجه گیری بهش برسین. بعدا در چارچوب این سوال اصلی تان شما سوالات فرعی را دارین. این سوالات فرعی زیر چتر سوال اصلی است که فصل بندی میکنه همون تحقیق شما را. مثلا خاورمیانه است، سوال اساسی است که اوضاع خاورمیانه چه تاثیر بالای افغانستان داره. بعدا سوالای ریز ریز را که شما مطرح میسازین به عنوان فصل اول، دوم، سوم، چهارم، نظر به این که چگونه شما از کجا تحقیق میکنین و چطور است، ایره بعدا شما در زیر این چتر سوالای دیگر را مطرح میکنین که سوالات دقیقاً پاسخ نیم بند میده بر سوال اساسی شما. بعدا شما میباید برای تحلیلتان چارچوب نظری و فکری داشته باشین. مثلا گیدنز تئوری داره تحت عنوان ساختار کارگزار، یعنی واقعا در جامعه های سنتی ساختارها باعث میشه که کارگزارهای دموکراتیک هم عجین شوند در این ساختارها، یا خیر این که کارگزار باعث میشه که ساختارها این گونه حفظ شوه و ابقا بکنن. این یکی از مسائل اساسی است. اساس مسئله بر امین است زمانی که شما میرین به تحلیل میباید چارچوب نظری داشته باشه تحلیلتان، ورنه اطلاعات بیش نخواهد بود. و از طرف دیگه بعدن شما فرضیه دارین. فرضتان بر این است که از این سوال به چی جواب ازش دارین و به چی میخواین برسین. ممکن است در ابتدایی ترین دوره که رفتین به تحقیق فرضیه اساسی تان بر این باشه که هیچ تأثیر نداره، یا اینکه تأثیرش بیشتر از منطقه بالای ما است، برای اینکه آسیب پذیری شکاف ساختاری در اینجا بیشتر است، مسائل روانشناختی مردم مطرح میشه و موارد دیگر. و از طرف دیگر یک تحقیق میباید انسجام داشته باشه، شما اگر خیلی عامیانه صحبت بکنم، شما نمیتونین هزار چمن سمن را بگنجانین در تحت عنوان یک تحقیقتان. میباید انسجام داشته باشه و بعد از انسجام شما باید متغیر داشته باشین که شما دو گونه متغیر طبیعتا میده، متغیر مستقل شما و متغیر وابسته شما، که این متغیرها شما را از یک طرف میکشه به یک چارچوب فکری درست و از طرف دیگه بنیاد علمی میبخشه تحقیقتان و بعدا هم همون نتیجه گیری هسته. من فکر میکنم که در این تحقیق این موارد رعایت شده باشه و الزاماً بعد از این حساس مسئله ما بر امین باشه که برای کار نو، این کار ارزشمندیش پیش دیگر هر چی باشه یا نباشه، خاص مسئله بر این است که برای ما ارزشمند باشه. ارزشمندیش زمان است که چارچوب علمی بهش ببخشیم، یا اینکه ممکن است اگر خیلی تخصصی تر وارد بحث شوین، شما میتونین دو سه تئوری را با هم جمع بکنین، از جمع این دو سه تئوری بکشین یک فرضیه اساسی مسئله را و با یک نتیجه گیری منسجم. آن چیزی را که من از تحقیق امروز درک کردم، از غرب تا به شرق، از خاورمیانه تا به افغانستان چیزای شنیدم، اما با احترام با جمع از دوستا، ننگ صاحب هم بسیار زیاد زحمت کشیده بودن، ولی میباید برای تحقیق میاری ما متوسل شویم و تن بتیم به این چارچوبای فکری. اگر اضافه تر صحبت کرده باشم و اگر گستاخانه صحبت کرده باشم، گویند که گزیدن عقرب نعز برای کینه است، اقتضای زمانش این چنین است. سلام علیکم. و یادآوری‌هایی کردین که واقعا سرش دقیق فکر شده بود و ای که خاورمیانه امروز در آتش میسوزه، منطقه از چی بوده، تاریخ از کجا آغاز شده
و دوست ما هم نقد بسیار خوب کرد. به فکر ما یک تحقیق خوب را ننگ صاحب بر ما تشریح کردن. یکی شیوهش مطابق کدام تیوری را که مثلا در مکتب که ما خواندیم نبوده او مهم نیست، ولی که بر ما چی پیام داشت و ما چی آموختیم و کدام نقطه را متوجه شدیم فکر میکنیم این مهمتر است. به نظر من سوال اساسی در مورد خاورمیانه این نیست که چی تاثیرات سر افغانستان خواهد داشت. سوال ما این است که چرا در خاورمیانه در یک زمان مشخص یک نوع تحرکات مشابه در چندین کشور عربی اتفاق افتاد که بعض مسائلش هم مثلا موضوع سلطنتی و حاکمیت خانواده ها را جناب ننگ صاحب فرمودن، همچنان مداخله اسرائیل گفتن و همچنان مسائل دیگر گفتن. من از یک بود دیگه میبینم، من فکر میکنم حوادث در خاورمیانه متأثر از حوادث در افغانستان بوده، از جهاد افغانستان بوده، از کلاشی که بین کپیتالیسم و سوسیالیسم در افغانستان صورت گرفته. ما شما به یاد داریم که دور نه 2 سال پیش اسامه بن لادن به قتل رسید و بزرگترین جنگ را در قرن 21 فکر میکنم آمریکا در مقابل ایدئولوژی اسامه بن لادن داشت که در مقابل شخص خودش نداشت. من فکر میکنم که ما باید این فاکتور از دست ندیم که بن لادن همچنان در حوادثی که امروز در خاورمیانه میفته نظریات از او، تفکر از او و خواسته های از او و حتی خود شبکه القاعده در ایجاد نقش بسیار فعال داره. و من چرا گفتم که حوادث خاورمیانه متأثر از حوادث در افغانستان است؟ چون بن لادن و سید قطب و زیاد عربای دیگه که ننگ صاحب اونا رو میشناسند درباره‌شان مطالعه دارن در افغانستان آمدن و یک الگوی نو از افغانستان به کشورهای خود منتقل ساختن که اکثریت از یا مثلا در لیبیا یک گروه ایجاد شد که از مجاهدینی که از افغانستان بود اوجا به ضد قذافی کار میکردن. جیش المهدی در سودان مثلا قماندانش در افغانستان جنگید و بعدا رفت یک شبکه نو را ساخت. اخوان المسلمین بعد از اینکه اون معاون اول القاعده ظواهری در افغانستان جنگیده و بالاخره یک الگوی را با خود به اوج انتقال داده. الگویی که ننگ صاحب بسیار خوب فرمودن که سمبول ها و تیوری ها همیشه در جهان نقش دارن و اونا باعث جنگ و صلح میشوند. مثلا سابق سوسیالیسم خرید بسیار خوب در جهان عرب داشت، بعدا او تیوری ناکام شد، غربی ها در یک سلسله مملکت ها حاکم شدن و تیوری را که بن لادن معرفی کرد یک تیوری اسلامی با خلط با یک تیوری هویت عربی بود و یک پان اسلامیسم، پان عربیسم یک چیز انتگریتد شدگی بود که او میخواست که عربا هویت خود پیدا کنن، جایگاه انسانی خود پیدا کنن و بالاخره در جهان یک بخشی از قضیه خصوصا در خاورمیانه بشوند که در بین عربا بسیار زیاد خریدار داره. عربایی را که مثلا ما کدشان درس خواندیم، کدشان گپ میزدیم، حتی در سیستم‌های شاهی بسیار در مقامات بلند کار میکنن، ولی از نظریات بن لادن و از خواستای بن لادن بسیار متاثر بودن و همیشه میخواستن که زیادتر بشنون. من فکر میکنم تاثیرات افغانستان بوده که تا یک حد را مسائل در خاورمیانه رقم میزنه و سوال ما این که چی تاثیرات را سر افغانستان خواهد داشت. در بود امنیتی کدام تاثیر مستقیمی را نخواهد داشت، بلکه ما یک کمبود تمرکز القاعده را از افغانستان به خاورمیانه شاهد خواهد بودیم. همچنان نقصی که به افغانستان میرسه نقص اقتصادی و اهمیت استراتژیک افغانستان در جهان است، چون امیال در اکثریت کشورهای بزرگ دنیا نقطه عطف و تمرکز و سیاست خارجیشان و امنیتیشان سر افغانستان است. آمریکا، انگلیس، ناتو، تمام کشورهای بزرگ کمک میکنن و به افغانستان به عنوان همکار استراتژیک هستند. من فکر میکنم که خراب شدن قضایا در خاورمیانه در یک نگاه کوتاه بگویم کم کردن تمرکز قدرت‌های بزرگ جهان به افغانستان خواهد بود. ما رو ببخشین که گپتانم، من فقط همین خاطره من از بهار عرب میگم. 4.5 سال پیش در کابل، من عبدالله نام دارم، من خبرنگار هستم، یکی از دوستان یک شب ما را دعوت کرد، گفت که یک تیم از عربا آمدین، همکارای شمال افریقا هستند و دوستای عربی هستند، میخواهند خبرنگارا را ببینند.
ما یک 7-8 نفر رفتیم از رسانه‌های متفاوت و توقع همی بود که در هتل سیرنا باید یک تیمی را ببینیم که دولتی ها باشه، حکومتی ها باشه و در مورد افغانستان صحبت بکنه، جامعه مدنی و یا وقتی کجا رفتیم دیدیم که یک دانه جنرال است که از وظیفه متقاعد است، یک تا فراری مصری است، مثلا یک دانه سودانی است که در سودان رفتن نمیتونه. عجیب و غریب بود. یا همکارا گفتن چی کنیم با این هیئت؟ گفتیم بیایی که ما و شما خوب از افغانستان یک ذره تعریف میکنیم، خصوصا از وضعیت آزادی بیان. دو تا دوستی که نامش درست نیست گرفتنش، یا به نمایندگی از خبرنگارا گپ زدن و یا شروع کردن که افغانستان عجب یک جای شده پس از امریکا آمدن. آزادی بیان چی میگه؟ یا آزادی های فردی چی میگه؟ پس از 4.5 سال ما متوجه شدیم که بحث منطقه و بحث جهان، خصوصا بهار عرب، به حد جدی است که از تحلیل کشورهای مثل افغانستان و جهان سوم بسیار بیرون است. و از امور روز به حال که هر انسان کشته میشه، من دوستای من میگم که در خیانت بهار عرب که تشویق کردیم که حالا بزنید، ما هم شریک هستیم.